الوعده وفا. خلاصه بازی رئال مادرید و بارسلونا چه فوتبالی رو دیدیم و بذارید یه پیشبازی بگم گرم بشیم، بعد دیگه بریم سراغ اتفاقات این مسابقه، ببینیم که چی شد، چه اتفاقاتی افتاد که اینجوری شد. رئال مادرید و بارسلونا دو غول فوتبال جهان قراره یکی از جذاب‌ترین بازی‌های این فصل رو در عربستان برگزار کنن. هر دو تیم انگیزه زیادی برای پیروزی در این بازی دارن. اونا در مرحله نیمه نهایی با ارائه نمایش‌های قابل قبول حریفای خودشون رو پشت سر گذاشتن. بارسلونا چهارشنبه گذشته با 2 گل از گاوی و لامین یامال اتلتیکو بیلبائو رو پشت سر گذاشت و یه شب بعد رئال مادرید توی دیدار جنجالی مایورکا رو با 3 گل در هم کوبید تا این دو رقیب سنتی در فینال حریف همدیگه بشن. رئالیا با هدف کسب سومین جام فصل و انتقام شکست تو بازی رفت لالیگا در ال کلاسیکو به جدال حریف آبی اناری میرن و در سمت دیگه هم بارسلونا میخواد اولین جام فصل رو به دست بیاره و به بحرانی که در اواخر سال 2024 به اون دوچار شد پایان بده. نکته قابل توجه در ترکیب رئال برای این بازی حضور اورلین شوامنی در قلب خط دفاعیه که علیرغم اینکه در بازی قبل به دلیل مصدومیت از بازی خارج شد در ترکیب اصلی حضور داره. دیگر بازیکن‌های حاضر در ترکیبم دقیقاً مثل دیدار برابر مایورکا ان. اما در ترکیب بارسلونا هم شزنی که اعتماد هانسی فلیک رو به دست آورده در درون دروازه ایستاده. و نکته جالب دیگه حضور لامین یامال برای دومین بازی پیاپی در ترکیب اصلیه که نشون میده به طور کامل از مصدومیت برگشته. چه فوتبالیستیه این لامین یامال. شما 17 سالگی چیکار میکردید؟ اینو بیایید به من بگید. بچا تا اینجا هم دوست داشتید همین الان دکمه لایک رو بزنید چون مطمئنم که بریم جلوتر یادمون میره. اونایی که سابسکرایب هم نکردن از من حمایت بکنید، به حمایتتون خیلی نیاز دارم. در ترکیب رئال مادرید تیبو کورتوا تو دروازه است. آنتونیو رودیگر، اورلین شوامنی، فرلان مندی، واسکز، کاماوینگا، والورده، جود بلینگام، رودریگو، امباپه و وینیسیوس جونیور 11 تای منتخب کارلتو رو تشکیل دادن. اما در ترکیب تیم فوتبال بارسلونا شزنی تو دروازه است. مارتینز، کوبارسی، کوند، بالد، کاسادو، پدری، گاوی، رافینیا، یامال و لواندوفسکی هم 11 تای منتخب هانسی دیتر فلیک رو تشکیل دادن و دیگه کم کم بریم تو حال و هوای این مسابقه جذاب و البته پرگل. ببین بازی با برتری سوپر بارسایی‌ها شروع شد. 2 تا موقعیت جدی رو تیبو کورتوا عالی در آورد از تو دروازه، یعنی در دقیقه 0 بود که بازیکن‌های بارسا اولین موقعیت جدی رو به وجود آوردن روی شوت لامین یامال. اما کورتوا با یه واکنش خوب توپ رو به بیرون فرستاد. توپ هم بد موقع خورده بود به زمینا، ولی خب تیبو کورتوا مانع از فروپاشی دروازه تیمش شد. اما در دقیقه 5 همون کورنر برگشت ضد حمله برای رئالیا. کیلیان امباپه صاحب موقعیت میشه و با یه ضربه دقیق وایچجسنی رو مغلوب میکنه. بازی میشه 1-0. در دقیقه 8 امباپه در تلاش برای عبور از مدافعان بارسا نقش زمین میشه و به نظر میرسه احساس ناراحتی میکنه، اما مصونیتش جدی نبود و به بازی برگشت. اما خب بازم یه بار دیگه بازی دچار وقفه شد دیگه. در دقیقه 15 کیلیان امباپه که هنوز از برخورد با ژول کنده احساس ناراحتی میکنه درون زمین مورد مداوا قرار میگیره و این احساس وجود داره که ممکنه نتونه بازی رو ادامه بده. و نکته جالب این بود که رافینیا اومد ساک کیلیان امباپه رو شخصا خودش برد بیرون و گفت که کارهای مداوا و درمان باید بیرون از زمین انجام بشه که حالا بعدش درگیری و بگو مگوی لفظی با آنتونیو رودیگر به وجود اومد. اما در دقیقه 22 گل برای بارسا. لامین یامال بازم تو ال کلاسیکو گلزنی میکنه. ستاره جوان بارسا روی یه حمله سریع با پاس لواندوفسکی صاحب موقعیت شد و با یه ضربه دقیق توپ رو به گوشه دروازه تیبو کورتوا فرستاد. این بشر 17-18 سالشه. حرکت در عرض با پای چپ، توپ ببین کجا میره و
تیبو کورتوا هم کاری دیگه از دستانش بر نمیاد. خلاصه بازی میشه 1-1. در دقیقه 25 ببینید چقدر نیمه اول موقعیت داشته. حالا ان شاءالله ما هم جمعه سپاهان پرسپولیس بازی خواهند کرد و میشوره میبره این بازی رو. در دقیقه 25 چیزی نمونده بود که رئال روی 2 کرنر پیاپی پیش بیفته، اما ضربه سر رودیگر رو شزنی برگشت داد و برگردون شوامنی هم توسط مدافعان بارسا بلوکه شد. در دقیقه 28 اولین تعویض بازی اینیگو مارتینز که مصدوم شد جای خودش رو به رونالد آراوخو داد. حداقل تو نیمه اول که عالی بود، یعنی اطمینان بیشتری رو داده بود به خط دفاعی بارسا. در دقیقه 35 خطای کاماوینگا، این چه خطاییه آقای کاماوینگا، آقای ادواردو کاماوینگا، با پای چپش بود دیگه، بی‌محابا. اصلا چه الزامی بود تو خطا بکنی اونجا؟ روی گاوی در محوطه جریمه باعث شد که داور بعد از استفاده از VAR نقطه پنالتی رو نشون بده. لواندوفسکی هم پشت توپ قرار گرفت و علیرغم اینکه تیبو کورتوا جهت ضربه رو تشخیص داد، توپ رو به گوشه سمت چپ دروازه فرستاد و بارسا رو پیش انداخت. بازی میشه چند، بازی میشه 2-1. اما 3 دقیقه بعد گل سوم برای بارسایی‌ها روی ارسال تماشایی کنده از سمت راست به محوطه جریمه رئال. رافینیا با یه ضربه سر مهار نشدنی توپ رو به گوشه دروازه کورتوا فرستاد. کنده عجب سانتر کرد، انصافا که کنده است. و ارسالی که اومد و رافینیا بلند شد مطمئن ضربه سر رو زد و انقدرم ضربه زیاد بود که تیبو کورتوا نمیتونست تو اون فاصله رفلکس بهتری رو از خودش نمایش بده. خلاصه میشه بازی 3-1. کامبک ایز کامپلیت، یعنی بازی یکیچ و بارسایی‌ها 3-1 کردن. در دقیقه 42 چیزی نمونده بود که بارسا به گل 4 برسه، اما ضربه لواندوفسکی روی ارسال رافینیا به بیرون رفت. در دقیقه 50 چیزی نمونده بود که رئالیا روی شلوغی مقابل دروازه بارسا به گل برسن، اما شزنی به هر شکل ممکن توپ رو جمع کرد. 9 دقیقه هم داور مسابقه وقت تلف شده منظور کرده بود و در دقیقه 45 به علاوه 7 بالده بعد از عبور از لوکاس واسکز نزدیک بود گل 4 بارسا رو به ثمر برسونه، اما کورتوا ضربه اون رو به بیرون فرستاد. در دقیقه 45 به علاوه 10 بالده که چند دقیقه پیش یک موقعیت رو از دست داده بود، این بار روی یه ضد حمله سریع و با پاس رافینیا توپ رو به گوشه دروازه کورتوا فرستاد. چه ضد حمله شد. الان داشتم نریشن رو میخوندم، نیمه دوم شروع شد داد پیروزم لالوا اذیتم میکنه، میگه تو گفتی رئال بازی رو میبره، ولی الان داداشم میگه از بیرون که رافینیا گل زده و گل 5 واسه بارسا. من گفتم رئال به بازی برمیگرده، اما خب نشده فعلا و فعلا بازی 5-1. اما نیمه دوم این مسابقه، فقط بذارید بگم که این گلی که بارسایی‌ها زدن چی جوری بود. قبل از اینکه اصلا اون گل بارسایی‌ها در دقیقه 48 به ثمر برسه، در دقیقه 47 چیزی نمونده بود رودریگو گل دوم رئال رو روی ارسال وینیسیوس به ثمر برسونه، اما ضربه اون به تیر دروازه بارسا برخورد کرد در دقیقه 48 و این گلی بود که من همون موقع بهتون گفتم، گل 5 بارسا، بازم روی یه ضد حمله. رافینیا که روی یه فرار سریع صاحب موقعیت شده بود، بعد از به هم ریختن مدافعان رئال گل 5 رو به ثمر رسوند. بازی میشه چند او 5-1. اما در دقیقه 56 اخراج، بله، شزنی که برای متوقف کردن امباپه از دروازه خارج شده بود، پشت محوطه جریمه امباپه رو سرنگون کرد و داورم اونو حالا بعدش رفت VAR اون داستانا با کارت قرمز. اما در دقیقه 59 رودریگو از روی یه ضربه آزاد که با خطای شزنی ایجاد شده بود با شوتی تماشایی دروازه بارسا رو باز کرد تا گل دوم رئال شکل بگیره. بازی میشه 5-2.
در دقیقه 90 به علاوه 8 دقیقه فکر کنم وقت اضافه نیمه دوم بود، بیلینگام چه موقعیتی رو از دست داد. روی حرکت عالی امباپه و پاس پشت پای اون، ستاره انگلیسی رئال صاحب موقعیت شد اما نتونه ضربه نهایی رو بزنه و این موقعیت از دست رفت. و اینم سوت پایان بازی که بارسایا موفق شدن 5-2 رئال مادرید رو شکست بدن. چه فوتبالی رو دیدیم. یعنی اگه اینا فوتبال بازی میکنن، اون فوتبالی که پرسپولیس و استقلال لیگمون میبینیم چیه؟ آیا اونم فوتباله؟ ولی خب به هر شکل اگه آمار و ارقام این مسابقه رو هم خیلی به لحظه مرور بکنیم، شوت‌ها 19 در مقابل 14 بود. رئالیا 5 تا شوت بیشتر زدن. شوت‌های داخل چارچوب 8 در مقابل 6 به نفع بارسایا. موقعیت‌ها و فرصت‌های گلزنی 6 در مقابل 4 بازم به نفع بارسا. شانس‌های از دست رفته، رئالیا 3 تا شانس از دست رفته داشتن، یه دونه بارسا. 376 تا پاس بارسا داد، 344 تا رئال. دقت پاس هم که شما در تصویر می‌بینید. خطا 14 در مقابل 13. بازی درگیرانه‌ای بود. آفسایدها 1 در مقابل 1 و کورنرها هم 9 در مقابل 5. و اینم حالا سعی کردم خیلی به لحظه و خیلی سریع بازی الکلاسیکو رو پوشش بدم براتون و امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. کشتم بچه‌ها منو، یعنی یه پیش بینی کردم 1000 تا دایرکت اومده واسم. آقا دمتون گرم. لایک و سابسکرایب رو بزنید. سابسکرایب هم بکنید دورمی. حالا دیدین دیگه الان بچه‌ها تو لایو هم حتما داشتن با هم دیگه صحبت می‌کردن. دمتون گرم. فعلا